السلام علیکم شنوندگان گرامی قدر، امیدوار هستیم بردم و با قوت هستید. یک قاضی یعنی دادستان با ایمان مصری با نام محمد عارف در کتابی که خودش نوشته بود یک رویداد واقعی از خود را چنین نقل میکند. او میگوید 15 سال پیش وقتی که مفتش دادستانی بودم، از صبح سر کار می رفتم و تا شب بر نمی گشتم. در نزد در کاری به خاطرم آمد که بعضی حجتهای را در خانه فراموش کردم و فوراً سوار ماشینم شدم و به خانه برگشتم تا حجتها را پس بیارم. به خانه رسیدم، وارد خانه شدم. یک مرد غریب در خانه با زنم خوش از سرم پرید. من که مفتش بودم قانون را خوب می دانستم. اگر او را می کشتم شاهد نداشتم. تصمیم گرفتم و مرد هیچ کار نکنم. با او گفتم از خانه من برو بیرون، من این کار را به خدا می سپارم. آن مرد هم رفت و کمی به حالم خندید، یعنی به حال و عقل من می خندید که با او هیچ کار نکردم. او رفت و به زنم گفتم چیزی داره جمع بکن، تو را به خانه پدرت ببرم، از هم جدا می شویم. سوار ماشین شدیم و به راه برآمدیم. خانه خسرم در دیگر شهر بود. در راه فقط به همین حالتی رخ داده فکر می کردم و بغض گلویم را گرفته بود. قریب آب چشمانم جاری شوند. آخری کار به خانه خسرم رسیدیم. من کار خودم را به خدا سپردم و نخواستم آبروی زنم را بریزانم و به خانوادهشان گفتم ما دیگر به هم زندگی نمی کنیم، جدا می شویم. خانواده زنم می گفتند شما با هم یگان مشکل نداشتید، باز چی گپ شده است؟ من تأکید کردم که باید ما از هم جدا شویم. وقتی از خانه بیرون می آمدم زنم از پسم آمد و گفت واقعا هم تو خیلی بزرگی، درود بر شرفت، آبروی و عزتم را نریزاندی. من به او گفتم برو از کاری کردت توبه بکن. خلاصه از هم جدا شدیم و مدتها فکرم در همین قضیه بود. همیشه کسی را در کوچه، خیابان، جای کار، حتی در تلویزیون می دیدم که می خندید، یاد آن مرد به سرم می آمد که وقتی رفتنش به حال من می خندید. بعد چند وقت، چند مدت دوباره باز به زن ازدواج کردم که زنی با ایمان و با تقوا نصیبم شد. سالها گذشت و بعد از 15 سال من دادستان کل شدم. یک روز یک پرونده قتل به دستم رسید و مرد قاتل را در آوردند. به نظرم می رسید که این مرد را کجای دیده باشم. به فکر زدم. به یادم آمد که این همان مرد زناکار 15 سال پیش است. به مرد گفتم ماجرایت را بگو، چی شده است که به قتل محکوم شدی؟ گفت جناب دادستان، رفتم خانه که یک مرد در خانه با زنم است. خودم را دیگر دست به دست گرفتن نتوانستم، کار را گرفتم و کشتمش. گفتم شاهد داری؟ گفت نه. گفتم اگر راست میگویی پس چرا زنت را نکشتی؟ گفت زنم از خانه فرار کرد، گریخت. گفتم نباید او را میکشتی، چون قانون میگوید 3 شاهد باید این فاجعه را، این ماجرا را میدیدند. گفت جناب دادستان، اگر این ماجرا به سر شما می آمد اون مرد را نمی کشتید.
گفتم نه، حالان که در زمان خودش دادستان هم بوده که این ماجرا شده بود و با مرد کار نکرد و او را به خدا سپرد و قاطی را به یادش آمد که این دادستان همان مردی 15 سال پیش است و او را کار نکرد. گفتم من 15 سال پیش تو را به خدا سپردم، حالا باشد بانوگ این قلم حکم قتلت را میبرارم صادر میکنم. طبق قانون اون مرد باید اعدام یعنی قتل میشد و من حکم قتلش را برآوردم. خلاصه نوابسته از کدام ماجرا به دری هر خانه بزنی انتظار باش، دری خانه را میزنند. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. مغفرت همه گناهان توبه است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، امیدوار هستیم پسند شما می شود این قصه ما و کمی هم باشد غذای معنوی می بخشیم به شما و به کسی هم عبرت می شود که از راه بد برگردد. خلاصه به کانال ما ابونه شوید و فکرهایتان را در پایان نوار نویسید. خدا نگهبان ما و شما.